آقا هلو، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز خواستم هم یه غذایی داشته باشیم که مناسب فصل باشه، هم که مناسب شب یلدا باشه. براتون آش انار رو امروز آماده میکنم. برم که سبزی رو پاک کنم. برای سبزی آشمون شیبیت داریم، جعفری داریم، گیشنیز و تره، برگ چغندر یا برگ اسفناج داریم. اینا رو پاک کردم، آماده میکنم برای خیس کردن تا خوردشون کنیم. دو سه تا دونه لبو داریم که اینا رو میشورم، آماده میکنم برای پختن، و 3-4 تا انار که هم باید دون کنیم و هم باید آبشو بگیریم. نصف پیمون لوبیا چیتی رو دیشب خیسوندم و صبح زودم گذاشتم بپزه. حسابی پخته. الان نصف پیمون برنج ایرانی ها بهش اضافه میکنیم و میذاریم حسابی لاب کنه و بپزه. لبوهامونم که پخته و آمادش میکنم برای اینکه رندشون کنم. وقتی میخوام لبوامو بپزم سر دومشو نمیگیرم که رنگدونه هاش خارج نشه. پوستشو میگیرم و شروع میکنم با رنده درشت رنده کنم. عاشق این قسمت آش انارم که میخوایم آب انارا رو بگیریم. بستگی به ذائقتون داره. اگه دوست دارین آشتون ترش‌تر بشه، مقدار آب انارتون هم باید بیشتر باشه. برای اینکه آب انار رو راحت تر بگیرید میتونید چند روز اناراتون رو بذارید تو هوای آزاد تا پوستش خشک بشه و راحت تر آب انار گرفته بشه. میتونید موقع خیس کردن سبزیاتون یک کوچولو بهش سرکه اضافه کنید. این باعث میشه که سبزیاتون بهتر ضد عفونی بشه. تا اینجای ویدیو رو اگه دوست داشتید حتما ما رو سابسکرایب داشته باشید و ویدیو رو لایک کنید. کامنتاتون به من انرژی و انگیزه مضاعف میده. تا به سبزی ها بچکه میریم سراغ دون کردن چند تا دونه انار. برنجمون لاب کرده، میم که اضافه کنیم نصف پیمون عدسمونو و نصف پیمون بلغور جو رو میذاریم. اینا هم حسابی بپزه و لاب کنه بلغور جومون. امروز هوای اصفهان آلوده بود و مدارس تعطیل و بچه ها آنلاین بود تدریسشون. منم باید یه مقدار ارشا رو آروم کنم و باش بازی کنم که بذاره داداش پارسا درساشو رو بخونه. باشه منه، فداش بشم منه، قبونش بشم منه، باشه مامانش، باشه بابایش. خب بریم سراغ غذامون. حبوباتمون حسابی پخته و آب لبو رو اضافه میکنیم که طعم حسابی به خورده همدیگه بره. اینم ابراز احساسات مادرانه من بود. هر وقت به قول ارشا شیمکم و شکمم رو لمس میکنم حسابی وجودش رو احساس میکنم. خب برای پیاز داغمون، هرچی که پیاز داغمون بیشتر باشه آشمون خوشمزه تر میشه. تابم که داغ شد پیازا رو اضافه میکنم. وقتی یه مقدار آبش جمع شد اون موقع روغن رو بهش اضافه میکنیم.
برای اینکه یه پیازداغ خوشگل داشته باشیم چند دفعه آب بهش اضافه میکنم تا حسابی کاراملی بشه پیازمون. کم کم داریم میرسیم به مراحل آخر پخت که لبومون رو اضافه میکنم. 2 قاشق رب انار، یا اگه که ذائقتون به ترشی نمیکشه کمتر اضافه کنید یا بیشترش کنید، و سبزی آشمون رو که اضافه میکنیم. آب انار بهشتیمونم اضافه میکنیم. اگر آشمون آبش کمه بیشتر بهش آب لبو اضافه میکنید یا میتونید از آب جوشیده هم اضافه کنید. وقتی پیازداغتون حسابی کاراملیزه شد زردچوبه رو اضافه میکنیم. برای بهتر شدن رنگ یه تفت میدیم و بعد هم نعنای خشک رو اضافه میکنیم که این طعم بهشتیش حسابی به خورده آشمون بره. توی مراحل آخر انارمون رو که دون کردیم اضافه میکنیم به آشمون. تست نمک و فلفل آش رو انجام میدم. نصف پیازداغ رو نگه میداریم و نصف دیگرش رو به آشمون اضافه میکنیم. هم میزنم تا حسابی مزه ها به خورده هم بره. درش رو میذاریم برای نیم ساعت 20 دقیقه دیگه و نعناداغ. و منی که طاقت ندارم و حسابی دهنم آب افتاده و همین سر گاز میخوام تستش انجام بدم. خیلی خوشمزه شده بود، جاتون حسابی خالی بود. دوستتون دارم. موچ به همتون. خدا نگهدار.